شت. خب استخر اشکول استخر. بس من یه چیزی رو درست کنم. از اون طرف که جای نمیره. نه نمیره. از اینجا نمیتونیم بریم بالا. بابا تو آب رفتنی چشاش تار میشه اینا. معمولا پای آدم اینجا دیز میخوره میافته میمیره. یو خدا من نمیرم اینجا. سلو چیه؟ اینجا پلن بیه بعدم میریم اونجا. تاریک چی دیده نمیشه. فیزیک نورو ایناشو دوست دارم. فیزیک همه چیشو دوست دارم. من امروز رفتم ستارباکس یه دونه میلک شیک خوردم. برگشتیم همینجا که اوکی اینجا که نوریه بریم اونجا. بریم ببینیم اون راه های دیگه بود اینجا. اینجا سرسره هست. سرسره اینجا یه جایی بود فکر کنم. پایین فکر کنم. نه از اینجا 2 تا راه هست. اینجا که میره پایین. همگی آروم بگیرین دوستان. من یک روشی برای این کار دارم. اسپانیایی یا انگلیسی. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. چقدر آروم میدوه. اصلا این فرقی با راه رفتنش نداره. سرسره رو میشه استفاده کنه. خدا با اینکه بازی اصلا ترسناک نیست ولی خب باز این اگر یه ترس طبیعیه که ما حتی مثلا تو زندگی واقعی هم ممکن داشته باشیم. 11 اوه صداتش کار میکنه. شت
تخمخ یو اول دوستان من یه آب بخورم وای کیو توش معمولا بیاد بریم از اونجایی که صدا میایم به این میگویند کرم کیو خب اینجا همون جایی که رفتیم بازی هیچ تصمیمی دیگه این نمیذاره به جز این که ما از اونجا بریم خیلی آخه مردی که من میرم پیش اون اردک من کرم دارم رو خدا چشم بستم شیت من چشمو بسته بودم میدونم نه 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 مگه قسمت نمیشه این گل برای تو بمیرم برای آخرین بار دست تو رو بگیرم مگه قسمت نمیشه این گل برای تو بمیرم آخرین بار دست تو رو بگیرم دمو تموم نمیشه من دموی بازی رو نصب کردم نکنه تو نسخه کاملش چیزای ترسناک داره که من مثلا کی بیفت دنبالمون حالا من گیم پلیاشو تا جایی که نگاه کردم همچین چیزی نبود دلم داره میگه A few moments later. خب چه خبر؟ خوبی؟ خب امروز چند شیفت کار کردی؟ منم همینطور خیلی خسته کننده است مگه نه؟ آخه کدوم خری از این که سخت خالی فیلم چرت و پرت ما کلا راه تاریک رفتیم نظرتون راه روشن بریم واسه اولین بار بجیم مه ها رو وای